سلام بچه، امیدوارم ماتون خوب باشه. مجیکال هستم و چنل خودتون خوش اومدین. بچه امروز اومدیم با یه ویدیو متنوع، یه دیدگاه متنوع و خیلی چیزای متنوع دیگه، به همراه کی؟ به همراه فراد. چرا؟ چون این قراره یکی از بهترین سنسور که فردا تجربه 7-8 سالشه که واقعا قلقای خاصی هم داره با هم، یعنی بهتون به اشتراک بذاریم و همین دیگه. فردا سلام. سلام بچه، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. حالتون چطوره؟ امروز لوله لولم بریم ببینیم چه میکنه این برامون. بچه فقط اینم بهتون بگم، ما اول خواستیم ویدیو بگیریم و بریم داخل گیم خودمون تست کنیم براتون بدیم، ولی دیدیم نه، واقعا روی گوگل میت واقعا بد میشه و لگ فراوونی میندازه و دیسکورد هم نمیتونستیم بریم چون وی پی ان اگه میداد فردا نمیتونست وارد گیم بشه، نتش ضعیف میشد. الان ما اینجا براتون سنس رو نشون میدیم. یه گیم پلی مال خود فرداده که یک مثلا یه مش قشنگ رو گرفته از همین سنس میذاریم و همین دیگه. بزنین لذت ببرین و یه سری نکات ویژم فرداد آخر ویدیو بهتون میگه. بزنین بریم که این ویدیویی که این گیم پلی، نه اول سنس رو بگو فرداد. سلام. نه سلام که چیه؟ سنس رو بگو. قاطی کنید، صبر کنید. خب بریم برای سنسش. خیلی جذاب این قسمت سنسیویتی، نگاه کنید اصلا زیبایی میباره ازش. بچه تجربه 7 سال سابقه. 183 173 190 189 140 و 38 کن 38 اصلا اهمیتی نداره. بچه این نه از این اصلا خودتون جابجا کنید. آره این سنس فرداده. فردا دکمه هم حالا میگی؟ خب دکمه تیر ای وضع خرابه. پرتاب شه. اشکال نه، برو دکمه نشون نیا کنیم بعد بیشتر لگ میندازه اینجوری. دکمه روی 37 بچه. دکمه 37. نه و بچه داخل گیم پلی که حالا فرداد میذاره به طرز بالا کشیدن دکمه هم دقت کنید. دکمه رو همین جوری نکشیم بالا. خب اگه اینجوری بکشیم بالا خیلی جاها هد نمیخوره. سعی کنین اولی حالت قلابی طور بکشیم پایین بعد بریم بالا. بچه‌ها که حالا ماهی گیرم میدن اول بکشیم بعد بندازیم بالا. یه همچین حالتی باید بگیرین. فردا راه نرو، خیلی لگ میندازه. بک بزن اصلا از اینجا. خب بچه‌ها بریم گیم پلی رو ببینیم و حالا آخر ویدیو دی پی و یه سری نکات لازم رو فردا بهتون میگم. بزنیم بریم. La vida es un carrusel, 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 carrusel. La vida es un carrusel.
خب بچه این بود از گیم پلی واقعا خفن و ایزی. خب بچه حالا این دی پی های فرداد اینه. فردا دی پی 530 درسته؟ دقیقا دی پی آی 530 حالا میتونید متغیر باشه بین 525 تا 540. بچه اولم اینو بگم رو دی پی های عادی گوشیتون تست کنین چون سنسور حالت خودکار خیلی خفنه. اگه دیدین نه به دی پی های گوشیتون نمیخوره دی پی های فردا بزنین. و یه نکته فوق العاده مهم و طلایی اینجای ویدیو که فردا بگو. بچه حواستون باشه فقط دی پی آی خالی کارساز نیست. ها کنید شما میایید بیرون میایید تو قسمت سرچ، اینجا سرچ میکنید پوینتر اسپید. ها کنید پوینتر اسپید رو که سرچ میکنید یه قسمت براتون میاره میزنید روی این پوینتر اسپید. بچه حتما حواستون باشه پوینتر اسپید رو نباید رو حالت وسط یا بالا باشه، چون اگه بالا باشه رد میده، اگه پایین باشه نمیخوره. وسط هم که باشه من خودم خیلی باش حال نمیکنم چون خیلی رد میده، اما یه دونه از وسط بذارید عقب‌تر خدا میشه دیگه رد نمیده، همه تیرات هده. برو عشق کن، اینا رو هر جایی بهت نمیگن. بنظر بچه خیلی ممنون از فرداد عزیز که تا اینجا ویدیو با ما بود و گفتم اگه مشکلی داشت، لگی داشت، صدا بد بود، کیفیت پایین بود، به بزرگی خودتون ببخشید. به خاطر کشوری که نمیتونیم بریم داخل دیسکورد و وی پی ان هم بزنیم گیم بالا نمیاد. همین دیگه، بزنین عشق کنین. اگه هم خوشتون اومد از این پارت ویدیو حمایت کنین یا داخل کامنت رو بهم بگین که 2 نفر دیگه مثلا تو گیل که واقعا سنسشون خداه و سنسر اونام ازشون به زور بکشیم و بعدتون بریم ویدیوش کنیم. بزنین عشق کنین، عشق منین، عشقگرین. ممنون، خدا نگهدار، خدافظ.